کاری اگه قرار باشه انجام بدی تو کل دنیا، یه حرکتی، یه فعلی، چی انجام میدی؟ البته اون دخالت در کار الهیه، اینی که من نیتمه. حالا بگید، من اونو با خدا من صحبت. دوست داشتم که اونایی که عمل صالح انجام میدن، عمل صالح انجام. خودتون چرا نشون دادید؟ از من صالح‌تر کسی هست؟ تو رو باید نشون بدم؟ آخه شما عملت مونده هنوز. کسی که عمل صالح انجام میده، به این دلیل خودم میگم، حالا نمیدونم شما مشمول این قضیه میشی یا نه، پدر مادرت غیر حیاتن؟ بله. خب دیگه نمیشه دیگه، چون جوانتر بودی خودم گفتم. اونایی که عمل صالح اگه انجام میدن، به امر پروردگار یه روز پدر مادرشون در ماه برگرده پیششون. یه روز. ما اومدیم با آقا جون گفتیم آقا جون خواستم، به مادر گفتیم بچه‌ت بگیر، وای بچه یه فصل هم جلو مادر ما رو. یه روز اون موقع چه دنیایی میشد. واسه اینکه پدر مادرشون رو ببینن، من حاضرم کوچکترین مشکل پیش نیارم که در ما یه روز پدر مادرم مهمونم. اگه ببینیدشون الان چی میگید بهشون؟ اگه ببینم چی بهشون میگم، اصلا از رو پاش بلند نمیشم، چی مثلا ولش نمیکنم تا 24 ساعت تموم شه. جفتشون باید دو طرف بغل من باشه. خیلی دوست داشتم اینجوری بشه. خیلی موقع فکر کنم میگم خدایا کاش که مثلا اینجوری بود، هم خودمون از این ور مردم صالح‌تر عمل میکردن، همون ور دلتنگی ها. خدا ان شاءالله پدر مادرت حفظ کنه. قربونتون برم.